سلام بچه ها. امروز اومدیم با آموزش ساخت یخچال در ماینکرافت. قبل از شروع آموزش حتما منو فالو کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا هر وقت ویدیویی که دیگه گذاشتم سریع باخبر بشید. بریم سراغ آموزش. برای ساخت این یخچال به این وسایل نیاز دارید. اول دیوار رو 2 بلاک ارتفاع بدید. بعد یک ریل بذارید و داخلش یک دراپر قرار بدید. سپس ریل رو بشکنید. دوباره یک ریل بذارید و یک ماینکارت چسبدار روی اون قرار بدید و به داخل هول بدید. حالا بالای اون یک پیستون، یک بلاک آهن و یک ردستون قرار بدید. بعد دوباره یک ریل بذارید، یک ماینکارت چسبدار دیگه روی ریل قرار بدید و به داخل هول بدید. دوباره یک پیستون، یک بلاک آهن و یک ردستون بذارید. تمام. حالا یک یخچال کاربردی توی ماینکرافت دارید و میتونید غذاهاتون رو داخلش نگهداری کنید.